السلام علیکم دوستان نهایت عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای کانال خودتان خوش آمدید. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سر حال باشید. در این ویدیو شما عزیزان را با روش های طبیعی برای سفید کردن دندان ها مطلع خواهم کرد. پس کانال خودتان را سابسکرایب کنید، آیکون زنگوله را بزنید و به خاطر حمایت از ما ویدیو را لایک کنید و در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. دندانها به عنوان مرواریدهای دهان شناخته می شوند و زیبایی و سلامت آنها می تواند تاثیر قابل توجهی در زیبایی ظاهری انسان داشته باشد. اما برای سفید کردن دندان می توانید از روش های طبیعی با موادی که دسترسی به آنها آسان است نیز استفاده کنید. یکی از روش های طبیعی با پوره توت فرنگی است. مسواک زدن دندان ها با پوره توت فرنگی شاید عجیب به نظر برسد، اما یک گزینه طبیعی خوب برای سفید کردن دندان ها در خانه است. محتوای اسیدی این میوه به عنوان یک عامل سفید کننده ملایم عمل می کند. یک یا دو عدد توت فرنگی را بکوبید و برس دندان خود را درون آن فرو برده و دندان ها را به طور عادی مسواک بزنید. پس از پایان کار اندکی باب کربنات سودا در دهان خود غرغره کنید تا اسیدیته دهان کاهش یابد و به محافظت از دندانها در برابر هر آسیبی کمک کند. روش دیگری روغن نارگل است. همانند زمانی که از دهانشویه استفاده می کنید، شما می توانید مقدار روغن نارگل را برای چند دقیقه در دهان خود بچرخانید. روغن نارگل به عنوان یک سفید کننده طبیعی دندان شناخته می شود و مطالعه جدید به فواید آن برای سلامتی دهان و دندان اشاره داشته است. چرخاندن روغن نارگل در دهان به کاهش تشکیل پلاک روی دندان ها و همچنین خطر بیماری لثه کمک می کند. روش دیگری طبیعی با جوش شیرین و آب لیمو است. آب لیمو با واقع دندان ها را سفید می کند؟ پاسخ کوتاه به این پرسش مثبت است. لیمو سرشار از اسید سیتریک است که به عنوان یک سفید کننده طبیعی برای دندان ها عمل می کند. ترکیب یک قاشق چایخوری آب لیمو با مقدار جوش شیرین برای تهیه یک خمیر روش موثر و امن برای سفید کردن دندان ها در خانه محسوب می شود. جوش شیرین یک ساینده ملایم است که به پاکسازی لکه های سطحی کمک می کند و همچنین ماده بسیار قلیایی است که به خودسا کردن اسیدیته طبیعی آب لیمو کمک می کند. یکی از روش های طبیعی دیگر زغالچوب فعال است. اگر در پی یک سفید کننده دندان طبیعی هستید که کار خود را سریع انجام دهد، زغالچوب فعال یک گزینه کارآمد است. زغالچوب فعال با واسطه پردازش زغالچوب با اکسیژن و کلورید کلسیم تهیه می شود و با واسطه ویژگی های جاذب خود به عنوان یک عامل مؤثر سفید کننده دندان شناخته می شود. زغالچوب فعال در زمینه جذب تانن ها ترکیباتی که در نوشیدنی های مانند قهوه و چای یافت می شوند و دندان ها را لکه دار می کنند مؤثر عمل می کند. دیگر روش طبیعی پوست پرتقال است. مالش دادن بخش داخلی پوست پرتقال به دندان ها به عنوان روش امن و طبیعی برای سفید کردن دندان ها در خانه شناخته می شود. بخش سفید پوست پرتقال حاوی لیمونین، ماده پاک کننده های هلال طبیعی است و در بسیاری از محصولات سفید کننده تجاری برای دندان ها نیز استفاده می شود. برخلاف گوشت میوه پرتقال، پوست آن اسیدی نیست و بدون نگرانی از خطر اسیدیته میوه که ممکن است به مینای دندان آسیب وارد کند می تواند از آن استفاده کرد. یکی دیگر از روش های طبیعی سرکه سیب می باشد. سرکه سیب دارای فواید سلامت مختلف است، اما بسیاری آگاه نیستند که این ماده می تواند به عنوان یک سفید کننده طبیعی برای دندان ها نیز استفاده می شود. مسواک زدن دندان ها با یک قاشق غذاخوری سرکه سیب به از بین بردن لکه ها کمک می کند و غرغره کردن آن در بهبود بوی دهان و کشتن باکتری های اطراف لثه ها نقش دارد. دیگر روش طبیعی پودر زردچوبه است. زردچوبه به عنوان یک سفید کننده طبیعی برای دندان ها استفاده می شود، زیرا دارای خواص ضد میکروب، ضد التهاب و حاوی آنتی اکسیدان ها است که آن را به گزینه کارآمد برای درمان مشکلات دهان و دندان مانند بیماری لثه تبدیل می کند. در حالت پودر، زردچوبه به عنوان یک ساینده ملایم عمل می کند و به از بین بردن لکه های روی دندان و سفید کردن دندان ها کمک می کند.
سپاس از همراهی شما که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودین. آرزو میکنم که این ویدیو برای شما آموزنده تمام شده باشد. لطفاً به خاطر پیشرفت کانال خودتان و فعالیت های من کانال خودتان را با دوستانتان شریک ساخته تا بتوانیم این خانواده را بهتر و بزرگتر بسازیم و همچنان نظریات و پیشنهادات نازتان را در قسمت کامنت با من شریک ساخته تا برنامه بعد. الله نگهدار شما.